به خدا کسی که میخواد نفسش رو تو دنیا با شهوات سیر کنه، همین دنیا قبل از آخرت زندگیش نمونه ای از اهل جهنمه. اهل جهنم چطوری هن؟ الله تعالی میگه لا یموت فیها ولا یحیا، نه اونجا میمیرن نه زندگی میکنن. یه گیر و واگیریه، نه زنده ایه که بهش بگی زنده است، نه مرده ایه که بگیم جز مرده است تموم شد. توی کشمکش. یه عده تو همین دنیا اینطوری هن. چطوری؟ هی نفسی میکشیم، یعنی خودش هم میگه زندگی نمیکنیم. چیکار میکنیم؟ زنده بودن با زندگی کردن اینا با هم فرق میکنه. خیلی ها تو این جامعه دارن میگن چطوری؟ هی نفسی میکشیم، یعنی زنده هستیم اما زندگی نمیکنیم. یه ماهی شما کلهشو بگیر، یه لیوان بگیر، یه لیوانی باشه توش آب کن، اون قسمت آبشوششو داخل لیوان کن، این الان نفس میکشه، این الان زنده هست چون آبشوشش تو آبه، اما دومش این بالاست، تهش دست یکی دیگه است. بعد اگه از شما سوال کنن این ماهی چطوریه، زندگی میکنه، شما چی میگی بهش؟ بدبخت زنده که هست اما زندگی نمیکنه. زندگی این نیست. نفس کشیدن رو نمیگن زندگی، میگه زنده بودن. اهل جهنم اینطوری هن، لا یموت فیها ولا یحیا، نه زنده است که بگی آقا این زنده است داره زندگی میکنه، نه مرده است که بگین تموم شد رفت. همین الان تو همین دنیا تو آتش شهوات، تو آتش نفسانیت یه عده اینطوری هن. به ظاهر پولم داره، به ظاهر ثروتم داره، به ظاهر مقامم داره، اما تو آتش شهوات داره میسوزه. گول ظاهر زندگی اینا رو نخورید. وقتی که وارد زندگی اینا میشه بعد میری بابا این چطور زنده است اصلا. الله تعالی در رابطه با زندگی اهل جهنم میگه و یعتیه الموت من کل مکان و ما هو بمیت، از هر طرف مرگ محاصرش کرده فقط مرده نیست. تو محاصره مرگه، تو چنگال مرگه، فقط مرده نیست. یه عده تو دنیا اینطوری هست، از هر طرف روزی 100 مرتبه آرزوی مرگ میکنن اما مرگی نیست که خلاصشون بکنه. زندگی رو نمیتونن طعمشو بچشن که بماند، از زنده بودن خودشون هم خیری نمیبینن. این نمونه از اهل جهنم. همین دنیا قبل از آخرت برای خودشون جهنم رو درست کردن.